مرز و بومی بهتر از جانم سلام. ای وطن ای تاجیکستانم سلام. یاد کردم قطره آبی تو را، یاد کردم هر وجب خاکی تو را. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود بی پایان و احترام به کل ملت تاجیک، چی بیرون از مرز تاجیکستان هستند و چی در داخل تاجیکستان. سلام و درود بنده را پذیرو باشید. بنده استقامت کننده ناحیه خوشباد و هوای ورزاب، دهه خوشمنظره ورمونیک شریف. بعد از سلام و درود بی پایان به شما، به کل مادران تاجیک، به کل احباب و خواهران تاجیک، نه به امام علی رحمان، نه به یوسف رحمان، نه به جناب یتیموف. از شما مادران، خواهران، احباب خواهش میکنم، میدونم که فرزندای شما، شوهرای شما، برادرای شما در مقامات های قدرتی تاجیکستان، وزارت کارهای داخله، وزارت کارهای امنیتی، وزارت کارهای اصلاحاتی و سود و پروکراتور جمهوری تاجیکستان کار میکنن. از شما خواهش میکنم، از فرزندا، از برادرها، از شوهرها، وقت زمانی که از کار میگردن پرسه که چی کار برای این ملت کردن و قضیه عزت اما را نادیده نگیرن. التماس، این مرد همیشه درباره خلق تاجیک، درباره مهاجر بود. این مردک وقتی که مریضی شد، کرونا ویروس بود، در ایرپورت ها بود، فرودگاه ها، در تمام وقت به آنها خوراکه میداد به خلق تاجیک. التماس، در همین وقت من شاهدی میدم که همین مرد مریض شده بود، چندین وقت در بیمار خانه خواب بود. شخصا پول من، شخص برادرها که قطعی من کار میکنن پول ما را گرفته داد. پول دیگه برادرها که 46 میلیون بود از دست اجنبی ها گرفت داد. از همین سبب از تمام ملت تاجیک، آن ملت با آبرومند تاجیک خواهش میکنم که این قضیه را نادیده نگیره. این قضیه ملت است، این نه که قضیه عزت امان. عزت امان یکی از برادران بهترین بود برای این ملت و برای این سرزمین، خصوصا برای مهاجران. باقی خانه آباد و سربلند باشید. به همه شما، به شهر یک شخصیت تاجیک، خانه آباد، ایمان کامل و تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. سلام علیکم و رحمت الله.